هر روز صبح از خواب بیدار میشی اما انگار اصلا نخوابیدی. چشمات بازه ولی بدنت هنوز خاموشه. برای انجام ساده ترین کارها باید به خودت فشار بیاری. تمرکزت به هم ریخته است. حوصله هیچ کس رو نداری و مدام احساس میکنی یه چیزی توی وجودت کم شده. حالا یه سوال مهم. اگر بهت بگم ممکنه مشکل تو تنبلی نباشه چی؟ اگر بهت بگم شاید مغز و بدن تو دارن فریاد میزنن اما تو اسم اون فریاد رو اشتباهی گذاشتی بی ارادگی چی؟ واقعیت اینه که میلیون ها نفر هر روز با خستگی، بی‌حوصلگی، مه مغزی، کاهش تمرکز، اضطراب و افت انگیزه زندگی میکنن بدون اینکه بدونن ریشه اصلی مشکلشون کجاست. بعضیا فکر میکنن سنشونه، بعضیا استرس رو مقصر میدونن، بعضیا هم خودشون رو سرزنش میکنن و میگن من آدم تنبلی هستم. اما حقیقت میتونه چیز کاملا متفاوت. ممکنه درون بدن شما یک نیروگاه حیاتی در حال خاموش شدن باشه. نیروگاهی که مسئول تولید انرژی، تمرکز، انگیزه، حافظه، کیفیت خواب و حتی حال خوب شماست. و وقتی این نیروگاه سوخت کافی نداشته باشه، تمام زندگی تحت تاثیر قرار میگیره. در این ویدیو قراره یکی از پنهانترین و در عین حال شایع ترین دلایل خستگی مزمن و کاهش انرژی رو بررسی کنیم. دلیلی که بسیاری از پزشکان اون رو یکی از مهمترین عوامل مه مغزی، کاهش تمرکز و بی‌انگیزگی میدانن. پس تا پایان این ویدیو همراه من باشید، چون ممکنه دقیقاً امروز متوجه بشید چرا هر چقدر استراحت میکنید باز هم احساس خستگی میکنید و چرا باتری بدن شما خیلی زودتر از چیزی که باید خالی میشه. این دزد نامرئی چیزی نیست جز کمبود ویتامین های گروه B. اما قبل از اینکه درباره کمبود ویتامین های گروه B صحبت کنیم، باید یک حقیقت مهم رو بدونید. بدن شما انرژی تولید نمیکنه مگر اینکه ابزار لازم برای این کار رو در اختیار داشته باشه. خیلی از افراد فکر میکنن اگر غذای بیشتری بخورن یا قهوه بیشتری بنوشن انرژی بیشتری خواهند داشت، اما انرژی واقعی از غذا به دست نمیاد. انرژی زمانی تولید میشه که بدن بتونه اون غذا رو به سوخت قابل استفاده تبدیل کنه. دقیقا همینجاست که ویتامین های گروه B وارد صحنه میشن. اینها فقط چند ویتامین ساده نیستن. در واقع یک تیم تخصصی متشکل از 8 ویتامین مختلف هستند که شبانه روز داخل سلولهای بدن شما مشغول کارن. تصور کنید بدن شما یک نیروگاه عظیم تولید برقه. غذایی که میخورید زغال سنگ یا گاز این نیروگاهه. اما بدون مهندسان و تکنیسیان هایی که دستگاه ها رو راه اندازی کنن هیچ برقی تولید نخواهد شد. ویتامین های گروه B همون تکنیسیان های حیاتی نیروگاه هستن. اونها کمک میکنن کربوهیدرات ها، پروتئین ها و چربی هایی که میخورید به ATP تبدیل بشن. ATP همون واحد انرژی بدنه. هر قدمی که بر میدارید، هر فکری که میکنید، هر ضربان قلبی که میزنید و حتی هر نفسی که میکشید به ATP وابسته است. حالا تصور کنید این تیم حیاتی به اندازه کافی در بدن شما وجود نداشته باشه. چه اتفاقی میفته؟ خط تولید انرژی به تدریج کند میشه. سلول ها کمتر انرژی تولید میکنن. مغز نمیتونه با حد اکثر توان کار کنه. عضلات زودتر خسته میشن و شما احساس میکنید چیزی در وجودتون خاموش شده. اما ماجرا فقط به انرژی ختم نمیشه. ویتامین های گروه B نقش بسیار مهمی در سلامت مغز و سیستم عصبی دارند. در حقیقت بسیاری از مواد شیمیایی مهم مغز بدون حضور این ویتامین ها ساخته نمیشه. برای مثال سروتونین که روی احساس آرامش و شادی اثر میذاره، یا دوپامین که مسئول انگیزه، تمرکز و اشتیاق به انجام کارهاست. وقتی سطح این ویتامین ها کاهش پیدا میکنه، فقط انرژی جسمی شما کم نمیشه. ممکنه ناگهان احساس کنید انگیزه گذشته رو ندارید. کارهایی که قبلا براتون جذاب بود دیگه هیجان انگیز نیست. تمرکز کردن سخت میشه، استرس بیشتر میشه و حتی در برخی موارد علائم افسردگی ظاهر میشه.
به همین دلیله که بسیاری از افراد سالها تصور میکنن مشکلشون روحیه، در حالی که بخشی از مشکل ممکنه از یک کمبود تغذیه‌ای ساده شروع شده باشه. حالا بیایید اعضای اصلی این تیم نجات بخش رو بهتر بشناسیم، چون هر کدوم از اونها وظیفه خاصی دارن و کمبود هر کدوم میتونه علائم متفاوتی در بدن ایجاد کنه. اولین عضو این تیم ویتامین B1 یا تیامینه. ویتامینی که بسیاری از متخصصان رو ویتامین انرژی و روحیه میدانن. جالبه بدونید اولین جایی که کمبود B1 خودشون نشون میده مغز و سیستم عصبیه. اگر مدام احساس کلافگی میکنید، اگر زود عصبانی میشید، اگر تمرکزتون کاهش پیدا کرده، اگر احساس میکنید ذهن شما مثل قبل شفاف نیست، ممکن است یکی از دلایل اون کمبود تیامین باشه. اما چه کسانی بیشتر در معرض خطر هستند؟ افرادی که مقدار زیادی قند، نوشیدنی‌های شیرین، نان سفید، برنج و کربوهیدرات‌های تصفیه شده مصرف می‌کنند، چون بدن برای متابولیسم این مواد به مقدار زیادی ویتامین B1 نیاز داره. به زبان ساده‌تر، هر چه قند بیشتری مصرف کنید، ذخایر ویتامین B1 سریعتر تخلیه میشه و این دقیقاً همون چرخه‌ایه که بسیاری از افراد رو وارد مسیر خستگی مزمن میکنه. اما این تازه شروع ماجراست. عضو بعدی این تیم ویتامینیه که مستقیما روی خواب، حافظه و حتی کیفیت احساسات شما تأثیر میذاره. ویتامین B6 یا پیریدوکسین، یکی از مهمترین و در عین حال کم توجه ترین ویتامین های بدنه. اگر ویتامین B1 رو مسئول تولید انرژی بدونیم، B6 رو میتونید مدیر بخش سلامت مغز و اعصاب بنامید. این ویتامین در تولید بسیاری از انتقال دهنده های عصبی نقش داره، همون پیام رسان هایی که تعیین میکنن شما امروز با انرژی و با انگیزه باشید یا خسته، مضطرب و بی‌حوصله. برای مثال تولید سروتونین، دوپامین تا حد زیادی به وجود ویتامین B6 وابسته است. به همین دلیل کمبود اون میتونه خودش رو به شکل‌هایی نشون بده که در نگاه اول هیچ ارتباطی با تغذیه ندارن. خواب بی‌کیفیت، بیدار شدن‌های مکرر در طول شب، کاهش تمرکز، فراموشکاری، بی‌حوصلگی، تحریک پذیری عصبی و حتی احساس اضطراب. جالبتر این که برخی تحقیقات نشون دادن افرادی که سطح مناسبی از B6 دارن خواب عمیق‌تر و با کیفیت‌تری رو تجربه می‌کنن. حتی توانایی یادآوری رویاها در برخی افراد با وضعیت این ویتامین ارتباط داره. در خانم‌ها نیز کمبود ویتامین B6 میتونه علائم سندروم پیش از قاعدگی رو تشدید کنه. علائمی مثل نوسانات خلقی، تحریک پذیری، خستگی و احساس افسردگی. اما ماجرا به همینجا ختم نمیشه. عضو بعدی این تیم یکی از حیاتی ترین ویتامین های بدنه. ویتامینی که بدون اون سلول های جدید نمیتونن به درستی ساخته بشن. ویتامین B9 یا فولات. بیشتر مردم فولات رو فقط به دوران بارداری ربط میدن. اما حقیقت اینه که تمام سلول های بدن برای رشد، ترمیم و تقسیم طبیعی به فولات نیاز دارن. به زبان ساده اگر بدن شما مثل یک شهر بزرگ باشه، فولاد یکی از مهمترین مهندسان ساخت و ساز اون شهره. وقتی این مهندس غایب باشه، پروژه های حیاتی بدن با مشکل روبرو میشن. یکی از اولین نشانه های کمبود فولاد خستگی شدید و کاهش انرژیه. افراد مبتلا معمولاً احساس میکنن حتی پس از استراحت کافی باز هم اون توان سابق رو ندارن. ضعف جسمی، رنگ پریدگی، تنگی نفس هنگام فعالیت، کاهش تمرکز و زخم‌های مکرر دهانی نیز میتونه از علائم هشدار دهنده باشه. منابع خوب فولاد شامل سبزیجات برگ سبز تیره، عدس، نخود، لوبیا، آووکادو و برخی میوه ها هستند. اما حالا میرسیم به پادشاه ویتامین های گروه B. ویتامینی که کمبود اون میتونه سالها پنهون بمونه و به آرامی به سیستم عصبی آسیب بزنه. ویتامین B12. کوبالامین یا همون ویتامین B12 شاید معروف ترین عضو خانواده ویتامین های گروه B باشه.
اما چیزی که بسیاری از افراد نمیدانن اینه که کمبود B12 همیشه با کمخونی شروع نمیشه. در بسیاری از موارد اولین نشانه ها در مغز و اعصاب ظاهر میشه. خستگی شدید، کاهش تمرکز، فراموشکاری، احساس مه مغزی، بی‌حسی یا گزگز دست و پا، اختلال تعادل و گاهی حتی علائمی شبیه زوال شناختی و آلزایمر. به همین دلیل برخی افراد سالها با این علائم زندگی میکنن بدون اینکه متوجه بشن ریشه مشکل در کمبود یک ویتامینه. اما چه کسانی بیشتر در معرض خطر هستند؟ گیاهخواران و وگان‌ها در صدر این فهرست قرار دارند، چون B12 تقریباً فقط در غذاهای حیوانی یافت میشه. افرادی که داروهای ضد اسید معده مصرف میکنن نیز در معرض خطر هستند. همچنین کسانی که مشکلات گوارشی مانند التهاب معده، بیماری‌های روده یا اختلال جذب دارند. نکته مهم اینجاست که حتی اگر غذای حاوی B12 مصرف کنید، باز هم برای جذب اون به عملکرد مناسب معده و دستگاه گوارش نیاز دارید. به همین دلیله که بعضی افراد با وجود رژیم غذایی مناسب همچنان دچار کمبود B12 میشن. حالا احتمالاً این سوال در ذهن شما شکل گرفته که اگر این ویتامین ها تا این حد مهم هستن، چطور میتونیم مطمئن بشیم بدنمون مقدار کافی از اونها رو دریافت میکنه؟ آیا فقط غذا کافیه یا باید به سراغ مکمل ها هم بریم؟ حالا به مهمترین بخش ماجرا میرسیم. خبر خوب این که در بسیاری از موارد کمبود ویتامین های گروه B قابل جبرانه و خبر بهتر این که بدن شما وقتی مواد غذایی مورد نیازش رو دریافت کنه معمولا خیلی سریع به این تغییرات پاسخ میده. بعضی افراد تنها چند هفته بعد از اصلاح رژیم غذایی یا جبران کمبودهای تغذیه‌ای، افزایش انرژی، بهبود تمرکز و حتی بهتر شدن کیفیت خواب رو تجربه میکنن. اما سوال اصلی اینجاست: بهترین راه تأمین ویتامین های گروه B چیه؟ پاسخ کوتاه و ساده است: غذای واقعی. بدن انسان میلیون ها سال تکامل پیدا کرده تا مواد مغذی رو از غذا دریافت کنه، نه از قرص و کپسول. به همین دلیل اولین انتخاب ما همیشه باید منابع غذایی طبیعی باشه. یکی از غنی‌ترین منابع طبیعی ویتامین های گروه B ماده‌ای که شاید کمتر درباره اون شنیده باشید: مخمر تغذیه‌ای. این ماده ارزشمند که طعمی شبیه پنیر داره، سرشار از انواع ویتامین های گروه B و بسیاری از متخصصان تغذیه اون رو یکی از بهترین مکمل های غذایی طبیعی میدونن. میتونید اون رو روی سالاد، سوپ، سبزیجات یا غذای مختلف اضافه کنید. اما اگر بخوایم درباره قدرتمندترین منبع طبیعی ویتامین های گروه B صحبت کنیم، احتمالاً هیچ غذایی به پای جگر نمیرسه. جگر گاو یا گوسفند رو میتوان یک ابرغذای واقعی نامید. سرشار از B12، فولاد، B6، B2 و بسیاری از مواد مغذی دیگه. در گذشته جگر یکی از ارزشمندترین غذاها در رژیم غذایی آدم‌ها بود، اما امروزه بسیاری از افراد اون رو به طور کامل از برنامه غذایی خود حذف کردن. اگر طعم جگر رو دوست ندارید، امروزه مکمل‌های جگر خشک شده نیز در دسترس هستند. بعد از جگر، تخم مرغ یکی از کاملترین غذاهای طبیعت محسوب میشه. به خصوص زرده تخم مرغ که بخش زیادی از مواد غذایی ارزشمند در اون قرار داره. ماهی‌های چرب مثل سالمون، ساردین نیز منابع فوق‌العاده‌ای از ویتامین‌های گروه B هستند. در کنار اینها گوشت قرمز با کیفیت نیز میتونه سهم مهمی در تأمین B12 و سایر اعضای این خانواده داشته باشه. اما اگر گیاهخوار هستید چی؟ در این حالت نیز گزینه‌های خوبی وجود دارند. عدس، نخود، لوبیا، سبزیجات برگ سبز تیره، آووکادو، دانه‌ها و مغزها میتونن مقدار مناسبی از برخی ویتامین‌های گروه B رو فراهم کنن. اما یک استثناء وجود داره: ویتامین B12.
این ویتامین تقریباً فقط در منابع حیوانی یافت میشه. به همین دلیل بسیاری از گیاهخواران و وگان‌ها نیاز دارن سطح ویتامین B12 رو به طور منظم بررسی کنن و در صورت لزوم از مکمل استفاده کنن. اما حالا به موضوعی میرسیم که بسیاری از افراد درباره اون اشتباه میکنن. مکمل ها. خیلی از افراد بعد از شنیدن نام ویتامین B12 یا B6 فوراً به داروخونه میرن و فقط همون یه ویتامین رو تهیه میکنن. اما این کار همیشه بهترین انتخاب نیست. چرا؟ چون ویتامین های گروه B مثل اعضای یک تیم حرفه‌ای هستن. اونها برای عملکرد صحیح به همکاری یکدیگه نیاز دارن. تصور کنید در یک تیم فوتبال فقط مهاجم داشته باشید و هیچ هافبک یا مدافعی وجود نداشته باشه. آیا چنین تیمی موفق خواهد شد؟ قطعاً نه. در بدن نیز شرایط مشابهی وجود داره. مصرف مقادیر زیاد تنها یک ویتامین ممکنه تعادل سایر اعضای این خانواده رو برهم بزنه. به همین دلیل در بسیاری از موارد استفاده از یک مکمل B کمپلکس با کیفیت انتخاب منطقی تریه. مکملی که تمام اعضای این خانواده رو به صورت متعادل در اختیار بدن قرار بده.